آنچه به ما اجازه می‌دهد در مقابل جهانی پیچیده و پرتلاطم استوار بمانیم، بسته‌ای رشد یابنده از عادتکردها یا روتین‌ها و دستورنوشته‌هایی است که ما آنها را همچون طبیعت دوم خودمان اکتساب می‌کنیم. عادت ذاتاً نگهدارنده و حفظ کننده است. اشیا و امور را مادام که امکان پذیر باشد یکسان و در جای خود نگاه می‌دارد. بسیاری از حیوانات، انسان‌ها شاید ویژه تر از همه غالباً عادت‌های نافی مقصود را به خطر مسلم ترجیح می‌دهند، حتی اگر آن خطر احتمالی راهی به یک زندگی شادابتر و زنده تر باشد. بسیاری دوستی‌ها و بسیاری روابط فقط به همین واسطه زنده می‌مانند. جیمز معتقد بود عادت را می‌توان نفی کرد یا به نحوی معتدلتر می‌توان با چشم باز مراقب اثرات آن بود و مانع از این شد که بر زندگی چیره گردد. چنین به نظر می‌رسد که این نیز خود راهی برای نگاه داشت آزادی بود، چون فهمیدن همانا آزاد بودن است. نیک که بنگری نکته و معنای زندگی سه نهادن بر قدرت عادت است، اما پس از آن نکته مهم هدایت کردن آن قدرت و فائق آمدن بر آن است. عادات غالباً چیزهایی هستند که ما آنها را از والدین و معلمانمان به ارث میبریم، اما جیمز به ما یادآور می شود که آنها همیشه هم نباید چنین باشند. شاید این امر بتواند بر عهده خودمان گذاشته شود. جهان عادات کاملا یک شکل و تکراری جهانی نبود که بتواند پذیرای من واقعی جیمز باشد. حتی فراتر از آن، جیمز خود نوشته بود یا در واقع خواهش کرده بود که تضمین را بردارید. حرف او ظاهراً این است: از زندگی نترس، چون فقط با به مخاطره انداختن خودمان است که در میابیم چه میتوانیم بشویم. در نظر برخی افراد هستی و حیات انسانی موقعی واجد بیشترین اهمیت ممکن خواهد بود که ما اهدافی را تعیین کنیم و برای رسیدن به نتایجی تعیین ناشده بکوشیم. شخصی که بیدار است کسی است که توانسته جانبداری‌ها و پیش‌داوری‌های نسل‌های پیشین را تشخیص بدهد و با چشمان کاملا باز خود آنطور که خودش می‌خواهد به راه رشد ادامه دهد. او کسی است که زندگی و خودش را آنگونه که حقیقتاً هست می‌بیند. بیشک بیشتر انسان‌ها آگاهند، اما به گفته جیمز در قیاس با آنچه باید باشیم ما تنها نیمی بیداریم. ما در سراسر زندگی خوابگردیم، بسیار پایین تر از آستانه های تجربی و اخلاقیمان عمل میکنیم. به تعبیر جیمز هیچ وضعی موقعی که رفت نمیتواند بازگردد و با آنچه پیشتر بود همسان باشد. برای مثال ما می توانیم دقیقاً نوت واحدی را که روی پیانو نواخته شده بشنویم، اما این صدا هرگز همان که بار اول شنیدیم نیست. هر آن تجربی آنی است که در نسبت با آنات دیگر همزمان مصداق گونه‌گونی لطیف و تباین ظریف است. در زندگی روزمره غالباً چنان در عجله هستیم که ماهیت گذرای زمان حال تا حد زیادی از دستمان می رود. در چنین وضعی چمنی که در حیات پشتیم می بینم به لحاظ سبز بودن دقیقاً همان است که همیشه بوده. به همین جهت جیمز توضیح می دهد که در فرایندی که دیگر به قاعده‌ای می ماند ما به اینکه چطور چیزهای واحد در فواصل متفاوت و تحت شرایط متفاوت طور دیگری به نظر می رسند، صدای متفاوت و بوی متفاوتی می دهند توجه نمی کنیم. به جای التفات کردن به تفاوت‌های فراگیر موجود بین تجربه هایمان، ما ذیل فرض کلی شباهت و این همانی عمل می کنیم. این چمن همان است که دیروز بود. این کار یک نواختی که انجام می دهم همان است که دیروز انجام می دادم. این شخص احتمالاً همان چیزی را خواهد گفت که دیروز می گفت. گاهی اوقات زندگی بدین صورت آسانتر است.
ممکن است آسان‌تر به نظر برسد، اما بهتر نیست. کاری که می‌کنیم آن است که به نام انسجام و همگونی امکان خاص بودگی را فدا می‌کنیم. جریان سیال آگاهی ما در خود می‌پیچد، یک جا مجتمع می‌شود و رفته رفته شور و کدر می‌گیرد.